نکته بسیار مهمی که هنگام تنظیم قرارداد باید به اون توجه داشته باشید و اگر به این نکته توجه نکنید شما مجرم شناخته خواهید شد رو میخوایم در این ویدیو برای شما توضیح بدیم. وقتی که شما قرارداد منعقد میکنید، چه قرارداد خرید و فروش در مبایعه نامه یا قرارداد اجاره در اجاره نامه یا هر قرارداد دیگری که منعقد میکنید، وقتی که شروع به نوشتن اون قرارداد میکنید باید به این نکته خوب دقت کنید که اگر بعد از امضاء قرارداد توسط طرفین قرارداد قرار شد که متنی به اون قرارداد اضافه بشه، مثلا شرط فسخ در قرارداد گذاشته بشه یا وجه التزام گذاشته بشه یا هر متنی که قرار شد بعد از اینکه طرفین قرارداد خواهین قرارداد رو امضا کردن داخل متن قرارداد اون متن رو اضافه کنید، این کار در صورتی که توافق شما رو نتونین در دادگاه اثبات کنید، یعنی شخصی که متن قرارداد رو می‌نویسه باید بعداً بتونه اثبات کنه که من با رضایت شخص مقابل اقدام به نوشتن این متن کردم. در غیر این صورت مشمول جرم جعل و الحاق خواهد بود، یعنی شخص مقابل ممکنه ادعا کنه که شما بدون رضایت اون این متن رو به دل قرارداد اضافه کردید، به دل متن اضافه کردید و بر این اساس شما مجرم شناخته خواهید شد. بنابراین حتما اون متن رو پایین قرارداد یا پشت قرارداد اضافه کنید و مجددا امضا کنید که نتونه طرف مقابل ادعایی داشته باشه. موفق باشید.